سلام عزیزای دل، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به لایف ترید امروز. خب دوستای عزیز 15 دقیقه مانده، تقریبا کم 15 دقیقه نه 15 دقیقه شده به باز شدن مارکت. ببینیم که مارکت چه رقم باز میشه، بریم یک زونای خودم مارک کنیم، تحلیل کنیم دیگه مارکت، ببینیم چی کار را خواهد انجام داد. امید که از لایف ترید که انجام میشه لذت ببرین. خب دوستای عزیز، گفتیم مارکت تحلیل کردیم که پایین میایه، های بگیره، نگرفت، های سل نداده به ما پوزیشن سل، ولی فعلا در یک بریکر بلاک و در بلاک 15 دقیقه خیلی مقبول، فعلا یک ریجکت مقبول خورده. اوکی، کندل به سمت پایین شادو زد، دوباره شادو زد، کندل سبز کندل سرخ شادو جور کرده که کندل سبز شادویش گرفته نتونست، یعنی می خودش به ما یک سیگنال بای است. دیگه ببینیم که باید مارکت بالای ازی های بسته شوه. یکی خو اینی های است، باید بالایش کندل بسته شوه. یکی امنو های بالاتر است، براتون باز مارکش میکنم و اینجا یک دانگک یک چیزی که خیلی مقبول داریم که نمیمانه مارکت پایین بره. دیگه ببینیم که مارکت چی میکنه و این هم از یک پوزیشنه بای، یک دلیل داره دیگه و دلیلش باشه پرایوت. اینجا پپ استاپ لاس 200 یا 2.5 پپ تی پی 1 در 5. ببینیم که مارکت چی میکنه. بعضی هایی که میگن تو استاپ لاس تا دست میزنی، او بیادر عزیز دل بیا چک کن لایف تریدر آمده کجا استاپ لاس ها را دست میزنم. دیگه خیر باشه، گرچه اینا رو پوزیشن ما کم ریسکی شد، نباید عجله میکردیم. خب خیر، من مطمئن هستم که پایین نمیه، باید بالا بره، چرا که شادوگکایش خودش به ما یک سیگنال بای میده. این شادوگکا و اون خط کشیدیم خودش بر ما سیگنال بای است. ببینیم که مارکت چی خواد کرده. این دو دانه گپ قوی بایدی خوب به سمت بالا با قدرت شکستانده شود که ما را تیپی بده. خب شاید دی وقتا کمک در لایف تریدای خود یاد که بزنم، چرا که دوستا خواهش کردن گفتن یک کمک از کندلا قصه کو. این کندلا دوستا کدام جای درس نداره که شما درس از این کندلا رو بخوانین. درست است تا جای براتون معلومات داده میشه. منظورم از اینی های بوده، اونجا که مارک میکردم گفتم باید این های هم بشکنانه که پوزیشن ما کم اعتباری شوه. این های بوده کندل، این رقم که مثلا تو کندلا رو بشناسی دیگه بشناسی، ای وی جی ای سخت است دوستا، سعی کنین. خب اینی کار دیروزه در لایف ترید دیروز براتون تشریح کردم. آمد اکسلرا را اینا رو مانیپولیت میکنه به خاطری که پایین آمده. خب اینی لاوا گرفتن نمیتونه، یعنی میگه یک دانه لاوا درست میکنه، این لاوا قبل گرفتن نمیتونه، میره به سمت بالا. اینی آردر بلاک که تشکیل داده ایره میشکنه و به پوزیشن ما تو ادامه میده. اوکی سعی کنین، خوب سعی کنین بازی رو بیاید. خب خیر بگذاریم. ای از کجا پیدا میشه؟ این کندل شناسی از تجربه. در مارکت تجربه کو این کارا برات آسان است. اوکی سعی کنین. خب این آردر بلاک فیلد میشه و دلیل میشه که مارکت بالا بره. خب متوجه باشین، یا دمی کندل یا کندل بعدی حتما این آردر بلاک فیلد میشه و همین باعث میشه که بازار یا یک کمک دیگه دور میکنه. شاید از اینجا یک کمک بسیار زیاد یک کندل سرخ دیگه بازم مانیپولیت کنه، چرا که این کار داوجنز است. این حالا که بسته شد شاید اینی کندل سرخ باشه، کندل بعدیش سبز باشه. این کندل سرخ باشه، کندل بعدیش میتونه که سبز باشه، یا همین کندل سبز باشه. یا یک بار دیگه هم اینجا به خاطر از آردر بلاک مردم مانیپولیت میشه. اوکی مردم مانیپولیت میشه. اگه این کندل قبلی مکمل بسته میکرد با بادی، او وقت مانیپولیت نمیکرد.
فعلا بازم منیپولیت میکنه سلارا را. چرا؟ سلارا فکر میکنن که مارکت امروز میایه لاو لندن میگیره، مارکت میایه لاو لندن میگیره، ولی دموجه هم سل داشتیم. ببینین پوزیشن سل رد شده در بازار، پوزیشن سل در بازار رد میشه، سلارا منیپولیت میشه، بعدش با بای شروع میکنه. ویت گفتم که یک کندل سرخ به این رقم میزنه ولی لاوا گرفته نمیتونه به هیچ وجه. لاوا که بگیره باز پوزیشن ما به اعتبار میشه. البته منظورم از اون لاوا چی میگن کندله که بیجان کسته، میگه اون لاوا بگیره بیجان میشه دیگه. یک کندل سبز در سمت بالا، پوزیشن ما دیگه از اینجا بره به سمت بالا. خب دیگه بریم ببینیم که مارکت چی میکنه. گفته امریکایی دوستا از I told you به قسمت به شما گفتم همو کارکت لاوا گرفته نتونست ایکوالش کرده، ایکوال کرده آمد او آردر بلاکه که شکستان در اوج سلارا فول منیپولیت شده، فول بسیار زیاد دیگه. اینا ویجی را مشکنانه شاید یک منیپولیت کنه دوباره به اینمی آردر بلاکه بگیره. بازم از این سلارا از این ویجی نه، از این ویجی بالاترش، چرا که یه در ناحیه پریمیم نیست. او در ناحیه پریمیم هست که در ناحیه پریمیم نیست که مشکنانه اوجه یک پول بک به سمت پایین کسایی که بای نرفته، اوشیارایی که بای نرفته دیگه. ببینیم که مارکت چی میکنه. همون کار خود کرد، یا او کار میکنه یا هم تو مستقیم بالا میره. دوستای عزیز and again as I told you بازم اونمو کار کرده که از اموی ویجی را که تچ کرده پایید آوده که از امو آردر بلاک دوباره بالا رفته. خب خیر بگذاریم، کدام جادو نیست، تجربه است. ایزه دوستا ببینین. خب این گپ را که شکستانده که یک زون مهم به ما میتونه باشه، میتونه به ایجا تچ کنه بره به سمت بالا اوجا بریک کنه و بره تیپی ما را بگیره، اونجا یک لیکویدیتی که داریم. یا اگر این گپ دوباره به سمت پایین شکستانده باز خطرناک میریزه، باز اوجا که ما پوزیشن خود کلوز میکنیم. من اوجا تقریبا پارشال گرفتم که به هیچ نمانم و بریکوینم میمانم پوزیشن خود. ببینیم که مارکت چی خواد کرد پوزیشن ما. خب دوستای عزیزی جو مارکت کمک خطرناک بالا میشه آمده که همون ناحیه را رسپکت کرده که دوباره رفت به سمت لاگ رویت و مای استریت. یک پادکست مقبول دوستا اون وسط اپلود کرده که میتونین برین بخیر ببینین از چینلش. بسیار خب دیگه دفعتاً برابر شده که دفعتاً تقریبا یک هفته پیش رو گرفته بودیم. من پوزیشن خود امیجا کلوز کردم ریوارد 1/4 خیلی مقبول، خیلی عالی، بسیار زیاد، بدون کدام آزار دادن رسید دیگه. ببینیم که مارکت فردا با ما چی میکنه. این هم از اکسیکیوشنش. تا لایف ترید بعدی الله یار و مددگار شما دوستای عزیز.